به دنیایی از ترس و وحشت خوش اومدی. جایی که تاریکی و رازهای ناشناخته زیادی با هم کشف می‌کنی. من فرناز هستم. ممنون میشم چنلمو رو سابسکرایب کنید. امروز میخوام براتون در مورد ومپایرها صحبت کنم. ومپایرها در افسانه‌ها موجوداتی هستن که در شب‌ها انسان‌ها رو میگیرن و خون اونا رو میمکن. این افسانه‌ها در فرهنگ‌های مختلف به شکل و شمایل مختلفی وجود دارند. اما ومپایر به طور کلی به موجوداتی بیمار، زنده‌هایی که به قتل رسیده شدن یا متحول شده ها اطلاق میشه که به دنبال خون انسان هستند. تاریخچه پیدایش ومپایرها به قدمتی بسیار قدیمی برمیگرده. این افسانه‌ها در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف جهان از جمله فرهنگ‌های مصری، بابلی، یونانی، رومی، صربستانی، روسی، پرتغالی پیدا شدند. ومپایرها همچنین در ادبیات کلاسیک و معاصر جایگاه خاصی دارند و در رمان‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها به تصویر کشیده شدند. توی این ویدیو 12 تا نشانه شناخته شده از ومپایرها رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. شماره 1: نیاز به خون. ومپایرها به خون برای بقا و تغذیه نیاز دارند. این نشونه ممکنه در داستان‌ها به صورت خوردن خون انسان یا جانداران دیگه نمایش داده بشه. شماره 2: حساسیت به نور خورشید. بسیاری از افسانه‌ها میگن که ومپایرها به نور خورشید حساسن و نمیتونن در تماس مستقیم با اون بمونن. اغلب توی داستان‌ها ومپایرها در طول روز توی تاریکی میمونن و شب‌ها فعال میشن. اگر که سریال ومپایر دیاریز رو دیده باشین، شخصیت اصلی یک انگشتری رو به جادوگر میده که یه طلسمی روی اون میخونه که نور خورشید بهش صدمه نزنه. شماره 3: ضعف در برابر آب مقدس یا نقره، که حالا این برمیگرده به مسیحیت. بسیاری از انسان‌ها میگن که ومپایرها در برابر آب مقدس یا نقره ضعیفن و ممکنه از اون صدمه ببینن. شکل و ظاهر ومپایرها در ادبیات و سینما متنوع. اونا اغلب به صورت انسان‌های بیمار و خیلی سفید و جذاب با دندونای بلند و تیز و اغلب لباس‌های تاریک و مجلل نمایش داده میشن. همچنین در برخی از افسانه‌ها و روایات ومپایرها قابلیت تغییر شکل دارن و میتونن به حیواناتی مثل خفاش یا گربه تبدیل بشن. اگر که انیمیشن هتل ترانسیلوانیا رو دیده باشین، توی اون 2 تا ومپایری که وجود دارن به شکل خفاش در میان. ومپایرها در افسانه‌ها و داستان‌ها به طور معمول در جاهای تاریک و دورافتاده مثل قصرها، قبرها، خونه‌های قدیمی و زندان‌ها زندگی می‌کنند. این مکان‌ها به دلیل تاریکی و عدم دسترسی آسان برای افراد عادی، برای ومپایرها جای مناسبی برای پنهان شدن از نگاه‌های مردم و ایجاد ترس و وحشت محسوب میشن. شماره 4: قدرت تلپاتی. ومپایرها در بسیاری از داستان‌ها قدرت تلپاتی یا تسلط بر ذهن دیگران رو دارن. اونا میتونن به طور غیر مستقیم به فکرها و احساسات افراد دسترسی پیدا بکنن. اونا رو تحت تاثیر قرار بدن و حتی با اونا ارتباط برقرار کنن. و اونا رو مجبور به کاری که میخوان بکنن. و یا حتی حافظه اون طرف رو پاک کنن واسه یک تایم مشخص. شماره 5: تغییر شکل. بسیاری از ومپایرها قدرت تغییر شکل یا شکل پذیری دارن. اونا میتونن به حیوانات دیگه تبدیل بشن، شکل مار یا خفاش بگیرن و یا حتی گربه و حتی در برخی موارد به شکل مهیب و ترسناکی تغییر شکل بدن. شماره 6: قدرت جاروب زنی. ومپایرها معمولاً قدرت جاروب زنی یا همون جابجایی به سرعت خیلی بالا رو دارن. اونا میتونن به سرعت فوق‌العاده بالا حرکت کنن و در چند لحظه از یک مکان به مکان دیگه حرکت کنن. شماره 7: تقویت حس و حالت. ومپایرها اغلب حس و حالت‌های خارق‌العاده‌ای دارن. اونا میتونن بوی خون رو به شدت حس کنن
صداها را از فواصل بسیار دور بشنون و یا حتی تغییرات کوچکی رو در محیط اطراف خودشون به وضوح تشخیص بدن. شماره 8. بیمرگی و یا همون جاودانگی. ومپایرها معمولاً در داستانها به عنوان موجودات بیمرگ به تصویر کشیده میشن. اونا از پیری و مرگ جسمانی جلوگیری میکنن و به طور معمول برای همیشه زنده میمونن. البته اگر ومپایر دیاریز رو دیده باشین، با درست کردن یه خنجر از یک نوع درخت خاص میشه جون یه ومپایر رو گرفت. یکی دیگه از راه‌های این که بتونی یه ومپایر رو بکشی اینی که آتیشش بزنی و یا اینکه در معرض تابش کامل نور خورشید قرارش بدی. شماره 9. قدرت هیپنوتیزم. ومپایرها معمولاً قدرت هیپنوتیزم یا تسلط بر اراده دیگران رو دارن. اونا میتونن با استفاده از چشماشون و صداشون افراد در معرض تأثیر و کنترل خودشون قرار بدن و اونا رو به انجام اعمال یا خواسته های خودشون وادار کنن. شماره 10. آشکارسازی و آشکار کنندگی. ومپایرها معمولا قدرت آشکارسازی و آشکار کنندگی دارن. اونا میتونن موجودات ماورایی رو که برای بشران غیر قابل رؤیت مشاهده بکنن و حقیقتی رو که برای دیگران پنهانه آشکارسازی کنن. شماره 11. قدرت هوا کنترلی. در برخی داستان‌ها ومپایرها قدرت کنترل عناصر طبیعی مثل آب، آتش، هوا رو دارن. اونا میتونن طوفان ایجاد کنن، باد رو به سمت دلخواه خودشون هدایت بکنن و حتی آب و باران رو متحرک بکنن. خیلی جالبه. شماره 12. قدرت شفابخشی. ومپایرها در برخی داستان‌ها قدرت شفابخشی دارن. اونا میتونن با لمس و یا تماس با دیگران اونا رو شفا بدن. خب بچه‌ها، این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. دوست دارم نظراتتون رو بخونم. ممنون میشم برام کامنت بذارین.